سال 2024 گذشت و توش بازی‌های به شدت فوق‌العاده‌ای اومد که نمیشه ازشون گذشت. تا آخر ویدیو همراهم باشید، چندشو با هم مرور کنیم. رفقا چطورین؟ امیدوارم که شبای زمستونیتون عالی باشه. البته که حالا الان من دارم ویدیو رو میگیرم شبه، امکان داره که شما دارین ویدیو رو میبینید صبح باشه. حالا کار نریم، انقدر هوا تو مشهد سرده، من تو خونه هودی پوشیدم. قرید بابا اینو چیکار داریم مثلا؟ زمستون و چی؟ بریم سراغ اصل ویدیو. ما توی 2024 یه سری بازی‌های به شدت قشنگی اومد که امروز با هم اومدیم 10 تاشونو مثل روال کل کانالمون مرور کنیم. ما تاپ 10 میذاریم دیگه، پس باید مرورش کنیم. 10 تا از بهتریناشو براتون البته به سلیقه خودم جمع کردم و دیگه همین، حرف خاصی نمیمونه. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. لینک دیسکورد، اینستاگرام، چنل تلگرام اینا همه توی دیسکریپشن هست، جوین بشید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. شماره 10 کال آف دیوتی بلک آپس 6 که ساخته اکتیویژن و برای PS5, PS4, Xbox One، سری XOS و PC عرضه شده. بلک آپس 6 یکی از مورد انتظارترین بازی سال 2024 بود که به تمامی انتظاراتی که مخاطبان داشتن جواب داد. این بازی داستان جذابی رو از دنیای اون مخوف بلک آپس تعریف میکنه که پر از هیجانه. همچنین موتور گرافیکی بازی که ارتقا یافته جلوه‌های بصری فوق‌العاده‌ای رو خلق کرده بود که تجربه رو به سطح عجیب غریبی از واقع گرایی میرسوند. حالت چند نفره بازی هم یکی از اون نقاط قوت اصلی بلک آپس 6 بود که با نقشه‌های جدید و طراحی دقیق و تنوع بالایی که تو استراتژی و سبک‌های بازی ارائه میداد، بازیکن ساعت‌ها درگیر خودش می‌کرد. همچنین مود زامبی هم با داستان سرای پیچیده و مکانیک‌های جدید تجربه هیجان انگیزتری رو می‌ساخت. کاستومایز پیشرفته سلاح‌ها، گیم پلی روونتر و سیستم پاداشدهی بهتر بلک آپس 6 رو به تجربه شخصی‌تر برای هر بازیکن تبدیل می‌کنه. علاوه بر این، پشتیبانی مداوم اکتیویژن از طریق آپدیت‌ها و ایونت‌های فصلی حس تازه‌ای به بازی بخشیده. شماره 9 بالاترو. تا حالا به این فکر کردین که چی میشد اگر یک بازی قدیم مثل شطرنج رو دوباره بیایم از نو طراحی کنیم؟ غیر ممکنه دیگه تقریبا، نه؟ اما یه بازی ساز به اسم لوکال تانک این کار رو با بازطراحی یکی از محبوب ترین عناوین کارت بازی‌های جهان عملی کرده. بالاترو دقیقاً همون تجربه اعتیادآوریه که میتونیم صدها ساعت به تجربهش بشینیم و ذره‌ای هم احساس خستگی نکنیم. یه تجربه خوش ساخت و دوست داشتنی که اگرچه تنها توسط یه نفر توسعه یافته، اما با گیم پلی غنی و متعادل دوست داشتنی خودش و تبدیل یک کارت بازی ساده به یک روگلایک پیچیده، قصد داره تا با یکی از متفاوت ترین بازی کارتی جهان تبدیل شه. چه روی موبایل، چه تو راه مدرسه، یا چه اصلا توی پشت سیستم گیمینگتون نشسته و میتونید این بازی رو به راحتی تجربه کنید و با چینش اون استراتژی مختلف سعی کنید تو بازی برنده بشید. شماره 8 تیکن 8 که برای PS5، Xbox سری XOS و PC عرضه شد. تیکن 8 دیگه اوج هنر بازی مبارزه‌ای رو به نمایش گذاشت و تونست انتظارات طرفداران قدیمی و تازه وارد رو برآورده کنه. این نسخه با گرافیک چشمگیر، انیمیشن روان و افکت‌های بصری مبارزات رو به سطح جدیدی رسونده بود. گیم پلی تیکن 8 همچنان ترکیبی از عمق استراتژیک و سرعت عمله که تجربه هیجان انگیز و رقابتی میده. سیستم هیت جدید مبارزات رو پویاتر کرد و به بازیکنان اجازه میده تاکتیکای متنوع و قدرتمندی رو اجرا کنند. حضور شخصیت‌های قدیمی محبوب در کنار مبارزات جدید با طراحی منحصر به فرد جذابیت بازی رو چند برابر کرد. حالت‌های مختلف بازی از جمله بخش داستانی غنی و تجربه آنلاین پایدار رقابتی باعث شده تیکن 8 هم برای بازیکنان حرفه‌ای و هم برای تازه‌کارا جذاب باشه. شماره 7 هلایورز 2 که برای PS5 و PC اومده. هلایورز 2 یکی از شگفتی‌های امسال شاید بزرگترین اونا تو بین عناوین آنلاین چند نفره بود. بازی با گیم پلی جذاب و اکشن گروهی پرهیجان تونست جایگاه ویژه‌ای در دل علاقه‌مندان به بازی‌های چند نفره پیدا کنه.
این نسخه با گرافیک پیشرفته و طراحی دقیق محیط‌های علمی تخیلی تونست تجربه کاملا متفاوت از بازی اول که یک عنوان تاپ داون شوتر بود رو ارائه بده. تمرکز بازی روی همکاری تیمی و استراتژی تو مبارزات و حس هماهنگی و چالش رو تقویت کرده. بازیکن‌ها باید با تقسیم وظایف و مدیریت معنی با هماهنگی دقیق ماموریت‌های سخت رو به پایان برسونن. دشمنان متنوع و با هوش مصنوعی پیشرفته مبارزات غیر قابل پیش بینی و همچنین مهیج کرده. هلدایورز 2 همچنین با امکانات شخصی سازی تجهیزات و انتخاب تاکتیک‌های مختلف به بازیکن اجازه میده سبک بازی دلخواه خودشون رو پیدا کنن. بخش آنلاین بازی هم با پایداری عالی و قابلیت‌های ارتباطی تجربه روونتر و لذت بخش رو ارائه میده. شماره 6 فاینال فانتزی 7 ریبرث. فاینال فانتزی 7 یکی از بزرگترین بازی‌های تاریخ و یکی از بزرگترین عناوین تاریخ پلی استیشنه. حالا با انتشار ریمیک این بازی که تو 3 پارت منتشر میشه، میراث این بازی دوباره زنده میمونه. فاینال فانتزی 7 ریبرث دومین پارت از این ریمیک مورد انتظار بود و از هر نظر نسبت به پارت اول پیشرفت‌های بزرگی رو تجربه می‌کرد. فاینال فانتزی 7 عنوانی شایسته و درخور در سال 2024 بود که لایناپ انحصاری‌های پلی استیشن 5 رو هم زنده نگه داشت و پا رو فراتر از یک ریمیک معمولی گذاشت و دوباره خاطره‌های زیادی رو برای هواداران مجموعه فاینال فانتزی زنده کرد. شماره 5 DLC الدن رینگ که برای PS4, PS5, Xbox One, سری X و PC عرضه شد. عرضه یه DLC خوب که بتونه داستان بازی اصلی رو گسترش بده کار چندان آسونی نیست، اما وقتی صحبت از استودیوی فرام سافتور به میان میاد شرایط فرق میکنه. DLC الدن رینگ حکم کامل کننده رو داره و سوالات بیشمار نسخه اصلی رو تا حد امکان پاسخ میده. بازیکن یک بار دیگه در نقش تارنیش وارد داستان شده و با بعد جدیدی از سرزمین‌های میانه روبرو میشه. روایت فوق‌العاده میازاکی و تیم سازنده در این DLC به اوج خود میرسه و باید این DLC رو به عنوان اوج هنرنمایی میازاکی و تیمش به حساب بیاریم. حتما تجربهش کنید. شماره 4 بلک میت فوکانگ که برای پلتفرم های PS5 و PC و البته خبر انتشارش برای ایکس باکس جنجالی به پا کرده. فوکانگ پر مخاطب ترین بازی داستان محور سال 2024 بود و تونست از همون دقایق ابتدایی عرضه جهانی خود رکوردهای مختلفی جابجا کنه. مهمترین بازی تاریخ کشور چین تا به امروز از همون روزای اول معرفی جنجالی ظاهر شد و عده‌ای هم اعتقاد داشتن که نمایش اولیه اون واقعی نیست، اما سازنده ها به مرور نشون دادن که نه تنها بازیشون رنگ و بوی واقعیت داره بلکه از کیفیت بالایی هم برخورداره. فوکانگ بازی خوبی از آب در اومد و در لیست بسیاری از محتواسازها و رسانه ها جایگاه بالایی به دست آورد که این موضوع نشون میده که کشور چین در زمینه بازی سازی چه پتانسیل‌های بالایی داره. بیشتر از این بخوام تعریف کنم اسپویل میشه، اگه تا حالا بازی نکردید پس خودتون برید و تجربهش کنید. شماره 3 سایلنت هیل 2 ریمیک که برای PC و PS5 عرضه شده. تصورش سخت بود که بعد از اون همه تریلرهای ناامید کننده و ضعیف بولیور تیم بتونه اثر جاودانه‌ای مثل سایلنت هیل 2 رو با بهترین حالت ریمیک کنه. این بازسازی دقیقاً مثل ریمیک های رزیدنت ایویل همون حسال کلاسیک نسخه اصلی رو حفظ میکنه و اون رو در قالب یک اثر مدرن ما معرفی میکنه. طراحی صدا و کارگردانی هنری بازی مثال زدنیه. آکیرا یاماوکو با تنظیم دوباره برخی از ترانه‌های بازی با هم موسیقی شنیدنی رو خلق کرد و در کنار این موارد لوک رابرتس با بازی در نقش جیمز ساندرلند او رو با بیش از پیش به کاراکتری به یاد موندنی تر تبدیل میکنه. سایلنت هیل با وجود اینکه ریمیکی از اثری شایسته است، اما لیاقت قرار گرفتن تو جایگاه سوم بهترین بازی سال رو داره، چرا که همه چیز در این بازی در بهترین حالت ممکن قرار داره.
شماره 2 آستروبات که تونست بهترین بازی سال 2024 یا همون گیم آف دی ایر 2024 بشه. باورش سخته، اما آستروبات که تقریبا 10 سال اسمش به سر زبون افتاده بالاخره جایگاه خودش رو بین بازی پلی استیشن پیدا کرده و حالا قراره تا نماینده بازی‌های سرگرم کننده و پلتفرم پلی استیشن باشه. آستروبات فرمول بازی پلتفرمر نینتندو رو به دست میگیره و اون رو در فضای پلی استیشن اجرا میکنه و جدای از اون نامه عاشقانه به طرفداران پلی استیشنه. در این بازی تمامی خاطرات نوستالژی و کاراکترهای بیادموندنی تاریخ پلی استیشن دیده میشن و خاطرات 30 ساله این برند رو به بهترین شکل ممکن نمایش میده. شماره 1 پرنس آف پرشیا The Last Throne. این که بعد از 14 سال به فکر احیای یک فرانچایز قدیمی باشی و اون رو بدون اینکه رنگ و بوی کهنه بگیره به ریشه هاش برگردونی کار آسونی نیست. با این وجود پرنس آف پرشیا The Last Throne پای خود رو بسیار فراتر از این حرفا میذاره و نه تنها این مجموعه دوست داشتنی رو به اوج باز میگردونه، بلکه با معرفی شخصیت‌های دوست داشتنی یک جهان غنی و البته یک پلتفرم فوق‌العاده، یک تجربه سخت و طاقت فرسا اما به معنی واقعی کلمه لذت بخش رو به بازیکن‌ها هدیه میده. باس فایت های سرسخت، تنوع محیطی بی‌نظیر، توجه مثال زدنی به فرهنگ، موسیقی و هنر منبع اقتباس بازی و مهمتر از همه حفظ کردن ریتم بازی در طول یک تجربه حدوداً 17 ساعته بدون اینکه مخاطب لحظه ای احساس خستگی کنه، دستاوردیه که استودیوی یوبیسافت اون رو به دست آورد و بیراه نیست اگر بگیم که سال 2024 سال احیای فرانچایز پرنس آف پرشیا بود. اما خب دلیل اصلی این که من این بازی رو شماره 1 قرار دادم این بود که بالاخره این بازی که اصیلش مال ایرانه با دوبله اختصاصی و دوبله اورجینال بازی که با دوبلورهای ایرانی همکاری کرده بود یوبیسافت به عرضه در اومد و تجربه لذت بخشی برای ما ایرانیان ایجاد کرد. خب این بود از این 10 تا بازی. امیدوارم که همه‌شو دوست داشته باشید و البته نظراتتون تو کامنت بهم بگید که با کدوم اون رتبه موافق بودین یا اصلا چه بازی جاش خالی بود. البته که یه سری بازی‌ها مثل نوا رو من خودم وقتی بازی کردم خیلی باهاش حال کردم، یعنی از لحاظ داستانی و در کنار اون کیفیت و گرافیک گوگلیش به شدت گیم پلی قشنگی داشت و من خدای باهاش حال کردم. ولی از بعضیا پرسیدم خیلی باهاش ارتباط نگرفته بودن برعکس من، و یا مثلا بعضی از بازی‌هایی هم که اینجا بود من همه‌شون رو سعی کردم بازی‌هایی رو بیارم که طبق سلیقه همه بازی‌های خوبی بوده و همه تعریف کردن ازش و اگه همین من آشنا داشتم مثلا یکی دو نفر بودن ازشون پرسیدم بلک میفوکانگو گفتم ما دوست نداشتیم باهاش حال نکردیم. و یعنی میگم سعی کردم بازی‌هایی بیارم که همه بازیشون کردم و حال کردم باشون. و یه تشکر به شدت ویژه‌ام باید از تیم ویجاتو بکنم که این متنو خیلی کار من راحت‌تر کردن، چون من میرم از کلی از سایت‌ها میگردم و متن‌ها رو جور میکنم، اما ویجاتو خیلی کار من راحت کرده بود و نصف بیشتر متنایی که من اینجا خوندم و از سایت مقاله‌های خوب ویجاتو برداشتم. مرسی ازشون و مرسی از شما که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب و اینو یادتون نره. چنل دیسکورد، تلگرام اینا هم که گفتم توی دیسکریپشن هست، جوینشون بشید و تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ. آقا ببین ما توی بل